راز سوره‌ای که پیامبر برای یافتن گنج توصیه کرد، اما هیچ وقت نذاشتن مردم عادی بفهمن. تا حالا شده یه جمله ساده یا آیه فراموش شده زندگی تو زیر و رو کنه؟ سوره‌ای در دل قرآن هست که هیچ کس دربارش حرف نمیزنه، نه تو مدارس، نه تو تلویزیون، نه حتی تو کتاب‌های مذهبی رایج. این سوره توی کتابی اومده که از قرن‌ها پیش ممنوع اعلام شد، البرهان به تفسیر القرآن، یک کتاب که به گفته خیلی از محققان بخش‌های از قرآن رو تفسیر کرده که هیچ وقت اجازه داده نشد علنی بشن. و حالا از دل همین کتاب یک روایت به بیرون درز کرده. پیامبر اسلام صلوات الله علیه گفته بود هر کس که می‌خواهد به گنج برسد سوره شعرا را بنویسد و آن را بر گردن خروس سفیدی که تاجی از مفرق دارد آویزان کند. آن خروس راه میافتد و دقیقاً همان جایی که گنج یا سحر دفن شده همانجا می‌ایستد و با نوک خودش خاک را می‌کند تا گنج نمایان شود. دیوونه کننده است، نه؟ اما حالا گوش کن. 99% مردم فکر می‌کردن این یه خرافه است، یه افسانه مذهبی که فقط توی کتابای باستانی اومده. ولی چیزی که نمیدونستن این بود که در سال 2017 تیمی از زیستشناسان دانشگاه هاروارد و MIT تحقیقی عجیب و منتشر کردن. اونا روی رفتار پرندگان نادر مطالعه می‌کردن و به طور کاملا اتفاقی متوجه توانایی باور نکردنی در یک نژاد خاص از خروس‌های سفید شدن. خروس‌هایی که رنگ پرشون کاملا سفید یک دست بود و نژادشون فقط در چند نقطه از زمین پیدا می‌شد، مثل بخش‌هایی از تبت، ایران و جزایر فیلیپین. دانشمندان متوجه شدن این خروس‌ها وقتی نزدیک طلا یا فلزات خاصی قرار می‌گیرن واکنش فیزیکی نشون میدن. اونا شروع به منقار زدن به زمین می‌کنن، مخصوصا اگر فلز در عمق کمتر از 1 متر باشه. این کشف رسما در چند ژورنال علمی ثبت شد، اما چیزی که در هیچ کدوم از اون مقالات نیومد این بود که یه آیه ممنوعه 1400 سال قبل دقیقاً همین ویژگی رو پیش بینی کرده بود. و عجیب‌تر از اون، در اسناد تاریخی یهودیان قباله و تلمود اشاره‌هایی وجود داره که همین آیه توسط بزرگان یهود ربوده شده و گفته میشه یکی از رازهای پشت ثروت افسانه‌ای خاندان‌هایی مثل روچیلد همین ماجراست. اونا میدونستن باید دنبال چه چیزی بگردن. مردم عادی فقط به دنبال دعا بودن، اما اونا سوره شعرا رو ابزار کشف طلا می‌دیدن. حالا سوال مهم اینه، آیا این فقط یه تصادفه یا قرن‌هاست که یه سری از آگاهی‌هایی که باید به مردم میرسید عمدن مخفی شدن؟ اگه فکر می‌کنی پشت این آیه فراموش شده یه دنیای بزرگتر خوابیده، اگه می‌خوای بدونی چطور سوره‌هایی مثل شعرا با علم روز مطابقت دارن و اینکه دیگه چه آیات مخفی توی قرآن هست که قدرت کشف طلا، درمان یا حتی ارتباط با فرکانس‌های جهانو دارن، حتما ویدیوهای بعدی کانالو ببین. سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن، چون قراره چیزایی رو بفهمی که خیلی‌ها نمیخوان بدونی.